امروز یک شنبه 25 خرداد هست که این ویدیو رو دارم میگیرم. در این اوضاع سخت و دشوار کشور بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که آرامش خودت رو حفظ کنی تا بتونی و نمیگم اخبار نبینی، باید ببینی اما نه بیش از حد، چون باعث اعصاب خوردی و ناراحتی میشه. و بعدش خفه شو. سلام حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. امروز اومدیم با هم چجوری اندروتیت شویم رو بریم ببینیم با هم که چجوری قراره امروز اندروتیت دیگه، برنامه انتولیت. خلاصه که انرژی ندارم چون که امیدی ندارم، پس بریم سراغ آقای اندروتیت ببینیم که امروز میخواد ما رو چجوری امیدوار کنه. همینجوری که ببینید آقای چنل آقای شاشوه دیگه کسچرایی که گذاشته و اینا میگه چطور دیسپلین بالایی داشته باشیم. بریم رو راست بشیم. این خوبه که انگیزه بیا با هم باشی. بری 2 ساعت باشگاه تمرین کنی، نیم ساعت کتاب بخونی. این واقعا خوبه. نمیخوام بهت ضد حال بزنم ولی کس ننن. چیز همیشگی نیست. نمیتونی همیشه روش حساب کنی، چون واقعا به هر نحوی که شده انگیزه کی میگیره؟ نه باشه حله. آقای انگیزه، ایراد اولی که شما برای انگیزشی نیاز داشته باشید چیه؟ اینه که یه چسب برق نزن به اون 20 آب مرده. یارو اونو ببینه انگیزش کلا صفر میشه. مثل من نگاه کن، من انگیزم صفر شد. چیه آخه برادر من؟ چسب برق چسبوندی به میکروفون. چیه این میکروفون رو چرا برعکس گذاشتی؟ نه این چرا این میگیره و ساخته میشه. میخوام با واقعیت روبرو بشی. انگیزه یا هر اسمی که روش میذاری چیزی که یهو سطح دوپامینت رو یهو افزایش میده و بعدش فرمولای اسپرم اینا چیه اینا؟ به صورت اصلا غافلگیرانه ای بیش از حد یهو افت میکنه بین حس یا حالا بگیم انگیزه. من نیازی بابام از اینا میپوشید حاجی. سال 48 به نظم نیاز داری. خب بذار گوشا رو نگاهی داداش ناموسن، گوشاش اصلا گنده تر حاجی. گوشی موهاتو نزن. خب واسه چی زدی آقای اندروتیت؟ من به قرآن من بیشتر میتونم امیدوارتون کنم. زندگی خیلی کیری، بچه موضوع به خودتون باشید، کلا سروایو کنید با زندگی تخمی داخل ایران، به هر جایی میتوانید برسید. همین تموم شد. در شما الان همتون انگیزه گرفتید، ولی خب این کسشرایی که من دارم میبینم نمینه دیگه. گلدون مامانش هم گذاشته اون بالا و یه دونه عکس شیر کیری که گذاشته اون پشت و مام بزرگی هم خدا بیامرز از اینا میذاشت تو اتاقش. این تابلوهای قدیمی اینجوری طلایی دور طلایی و این عکس گلمول و چتمتی چیزیه فکر کنم. واجی چیه این؟ پرینتره این پشتش. دهن تو گاییدم. یک مثال خیلی واضح تر. دندونا رو آجی هر فریم به فریم این ویدیو یه کسچر محضه. نگاه دندونایم آجی، من به قرآن من فردا میام براتون نویتیت میشم. اندروتیت فردا میام براتون تیتی میکنم، کچل که هستم، پتانسیلش رو دارم، ولی باید قشنگ نور بخوره قشنگ به کلم و اینکه کلا چیز خوبی ازم در میاد. حالا چیزی که مشاهده میشه، حالا بازم در رابطه با این هر حسی رو که تجربه میکنه یا همون لحظه‌ای که حس میکنه عملی میکنه و حس تو گایده. هنگ اشتباه مرگبار در بیزینسی کسی بهت نمیگه. همینو میبینیم. سوتی خار مادر. بریم تبلیغ یوتیوب خار مادر. که منم میتونم با کچلوارم امروز براتون پوشیدم قشنگ بیام نصیحت‌های جاودانه براتون بکنم. 90% مواقع اینکه شکست میخوری در دنیای بیزنس و تجارت نیست که فقط انقدر کسچر گفت نتم قطع شد. این با این دندوناش میتونه بره به وایس سر چهارراه سوت بلبلی بزنه مشتری جمع کنه برای بازاریا. به خدا میگم کیلو گوجه 50 تومن. بیا این ور. چیزهایی بوده که کسی قبلش بهت نگفته. رفقا تجربیات داخل بیزنس رو با اشتباهاتی که مرتکب میشید. این چه کسچری بود؟ وایسا حاجی اینا چرا انقدر فازشو گرفتن؟
این یکی رو نگاه، کروات توسی زده با کمربند قهوه‌ای زده این پایین، بیارید میبینید بعد با کروات توسی و شیر کاکائو داره میخوره. کجایی تو اصلا؟ اینجا کجاست؟ لوکیشنتون رو گاید. رایج‌ترین اشتباهی که حتی خودم هم مرتکب شدم موقعی که داشتم اولی بیزنسم رو استارت میزدم، نداشتن بیزنس تو گاید. داری چه بیزنسی میکنی؟ تو برق چسبوندی به میکروفونت. کدوم بیزنس؟ داداش داری مغز منو میگاهی یا کدوم بیزنس الان؟ کدوم بیزنس؟ بک‌گراند تویی که بیزنسمندی از بک‌گراند من تخمیات کسچرتره. چرا داری اینجوری میکنی با من؟ چه ورزشن؟ من واقعا مغزم آجی چرا بعضیا اینجورین؟ بعضیا به قرآن از من لاغرتره. نه من اصلا شبیه همین حاجی، نگاه کن. تازه قیافمو کش کنم شبیه این میشم. والا بابا ریدم تو یوتیوب. هر کی میاد یه کانال یوتیوب میزنه کسچر. فرض کنیم شما ادمین یه پیج آنلاین شاپ داخل این اینستاگرام هستید. حالا تصور کنیم شما قدرت تکلمتون به شدت پایینه، صفره، رسما صفره و نمیتونید با مخاطب حرف بزنید. اون وقت چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ دو اتفاق اینجا رخ میده. اولی، نمیتونی با مخاطب حرف بزنی. بابا چی میگی؟ بی پدر. بابا وقت ویدیو من داره میره، اینقدر زر میزنه آدم نمیفهمه چی میگه. خب آقا بگو برو برای این که آقا تو بخوای آنلاین شاپ داشته باشی باید زر مفت خوب بزنی به مخاطب، یعنی به خریدارت، همون کسچری که داری بهش میفروشی. چرا میپیچونی؟ آقا بگو زر مفت برای اون مشتری بزنی. یعنی چی؟ یعنی فقط کسی کن، خامالی کن تا ازت بخره. جدی نمیدونم آجی چه اینجوری میکنن اینا. کتاب هایی که روند لایف استایلت رو عوض میکنه. یه ویدیوی کسچر دیگر از دکتر فرنود. کلی کتاب تو فیلد توسعه فرهنگی خوندی اما میبینی که هیچ چیزی یاد نگرفتی. نمیخوام واسه ویدیو کلیشه این اینستاگرام کتاب های بدت نخواه و هیچ کارایی برات نداره رو برات تبلیغ کنم. کتاب نمیخونم. من اصلا اهل کتاب و اینا نیستم. حالا تو اون کموده 1000 تا کتاب دارم ولی خب اهل کتاب و اینا چی نیستم برادر من. ولی داداش آخه یکی میاد این حرفای فلسفی رو بزنه. آقا مثلا آیسان اسلامی نمیاد با آدم کسشر بگه، میاد آقا از روند زندگی خودش میگه، میاد از مثلا داستانایی که داشته رو میگه. حالا 4 تا دیده، مثلا 4 تا میگن چی سوتیان از ما بیشتر پاره کرده، پس چی داستان چی برمیگره به داستانی که شما برادر من داری کسشر بگی. ادامش میخوام که با فوکس کامل بنشینی یک جا و دقت کنی. یکی از اولین کتابایی که خوندم کتاب عادت‌های اتمی بود، چون که برای اینکه عادت مثبت و جدیدی داخل روتین زندگیتون اضافه کنید، عادت‌های اتمی برای پله اول بهترین انتخابه واسه پیشرفت دادن به زندگیتون، چون که یاد میگیری عادت‌های مخرب رو حذف کنی به طور کامل از زندگی و عادت‌های مثبت و جدید رو نتیجه 6 مرتبه در روز جغ زدن میشه. این آقای دکتر فرنود الهی آقای فرنود کتابی هستن از دکترای مقاله کسچرگویی. خلاصه که دیگه هست دیگه همچین چیزایی که ما داریم مشاهده میکنیم و با چسب برق اون میکروفونش تو چونه من نرفته. اینه که پدر فقیر، یا بذار اینجوری بگیم چون یکم توهین میشه به کسایی که کارمندن و 40 سال سابقه کاری دارن، افراد معمولی همیشه نصیحت سنتی میکنن. چه نصیحتایی حالا میکنن؟ نصیحتش اینه که برو مدرسه، کتاب درسی بخون، حتما تمرکز کن روی مدرسه، به هیچ چیز دیگه هم فکر نکن، چون وظیفت اینه که درس بخونی، شغلی بگیری، بدهی بالا بیاری و به تعطیلات نری و به دور دنیا سفر نکنی و در فقیری بازنشسته بشی. اما کسچر نیو کسچر بیاید 1% با هم اندروتیتی حرف بزنیم. حله؟ چه اینجوریه؟ آی بیا آقا وایسا 3 2 1 آقا 3 نور پردازی همه چی حله. اوکی میکروفون رو بذار فرنود کس کشی کنم. وایسا مثلا بغل دهنم. وایسا
آماده دیسیپلینشو دارم معلوم. جرمم باید صاف باشه چون میخوایم انگیزی چی حرف بزنیم. خب حله، الان با کلاسم خوبم. خب حله. باید میگفتم بریم با دست باید بادی لنگویج داشته باشیم. تو برای این ساخته شدی، نه از اول تو برای این به دنیا اومدی که بتونی دیسیپلین خیلی خفنی تو زندگی داشته باشی و بتونی از پس خودت و ماجرایی که تو زندگیت برمیاد بیفتی. پس بیای دست به دست هم بذاریم و فرنود رو بگیریم سفت بکنیم. اوکی. چاکس فاکس ناکس یه سامیگی. خلاصه که مرسی که از اینکه توی این ویدیو ما بودید. دمتون گرم. مرسی که دارید میبینید منو، دوست هم دارید، عشق میکنید با هم دیگه. لایک کنید، کامنت بذارید در مورد فرنود جون. قلب من، دوستتون دارم. مواظب خود تا فکت های بعدی. بدرود. این چیه؟ برم عروسی دعوت. جغ نزنید. خدافظ. Hey Siri, call Ermia. Calling Aria Mobile. نه آریا نه بابا، کسکش.